به نام خدا. امروز میخوام دستگاه لیزر موهای زائد اشنایدر پلاس رو خدمتتون معرفی کنم. دستگاه لیزر اشنایدر پلاس جزو دستگاه‌های 3 طول موج هست. نسل جدید دستگاه‌های لیزر هستند که از طول موج‌های الکس، دایود و اندیاگ بهره مند هستند. طول موج الکس 755 برای موهای سطحی در پوست‌های روشن بیشتر کاربرد داره. لیزر دایود با طول موج 808 نانومتر در پوست‌های سبزتر و موهای با عمق متوسط مورد استفاده قرار میگیره و اندیاگ که طول موج 1064 نانومتر رو داره برای پوست‌های بسیار تیره و سبزه و موهایی که در عمق بیشتری از پوست قرار دارن مفید هست. دستگاه لیزر اشنایدر پلاس از هر 3 طول موج همزمان بهره مند میشه برای اینکه این نور رو بر سطح پوست بتابونه و در واقع قابلیت این رو داره که کلیه موهای زائد با هر ضخامتی در هر عمقی و با هر نوع تایپ پوستی چه روشن و تا طیف سبزه رو پوشش بده. این یکی از مزیت‌های مهم این دستگاه‌ها هست که امروز جای دستگاه‌های منفرد با تکنولوژی الکس صرف یا دایود صرف رو در دنیا گرفته، چون همونطور که عرض کردم قابلیت این رو داره که همزمان 3 طول موج رو بر روی مو بتابونه و مو رو به طور کامل با هر ضخامتی از بین ببره. دستگاه لیزر اشنایدر پلاس از یک لیزربار قدرتمند 1200 واتی که ساخت کشور آلمان هست بهره میبره. تقریبا نسبت به دستگاه‌های مشابه که لیزربارهای 600 تا 800 وات رو دارند بسیار بسیار قوی تره. از یک سوپر کولینگ هوشمند بهره میگیره که هم قابلیت این رو داره که دمای دستگاه رو با دمای محیط در واقع وفق بده و هم اینکه دمای سر هندپیس دستگاه رو تا منفی 25 درجه سانتیگراد پایین میاره و بنابراین ما دمای نزدیک به دمای فریزر رو سر دستگاه خواهیم داشت که کوچکترین درد و سوزشی رو بیمار حس نمی‌کنه موقع انجام لیزر. از دیگر قابلیت هایی که میشه در واقع گفت این دستگاه رو متمایز میکنه نسبت به بقیه دستگاه های قدیمی تر و موجود در بازار اینه که دارای 3 هندپیس مجزا هست برای در واقع موهای گوش و بینی. هندپیس بسیار ریز و ظریفی داره برای موهای پشت لب یا نواحی که در واقع نیاز به سطح کمتری داره. یه هندپیس متوسط داره و هندپیس بزرگ برای کل بدن هست که میتونه کل بدن شما رو در زمان بسیار کوتاه بین 10 تا 15 دقیقه کاملا پوشش بده. به امید دیدارتون هستیم در کلینیکمون تا در خدمتتون باشیم.